باز یک کاتالوگی پور برکت ما پس سر کردیم. در کاتالوگی گذشته یک گلاس ونیلای نو در کمند ما برآمد. حالی شما شاهد میشوین، خط و خبرها را در سرینچکای ما میبینید. و باز کاتالوگی ما نو شد. همچون ترادیسیا کمپانی فبرلیک هر یک کاتالوگ برای شخصانی که تازه در شرکت فبرلیک پیوست میشوند تحفه های نو میمونند. و این تحفه که این کاتالوگ آدمایی که یگان بار زکات کردگی نیستن یا اینکه یکم بار رجیستراسیون میشوند پیروی شب شده 1,500 روبل تاجیکی 230 سوم در میگذرند. یک تا داونای زبور این برای ایمونیتت مستحکم کردن و امیگا 3 را میدونین که برای موی سر، پوستی رو، نوری چشم، استخوان ها را به قوت میکنه، خلسترین میبره، آدم به قوت میکنه، تمام عضو بدن ما در فایده داره. هم ویزی بگیم کپلی در درون اوقات یک جایی که شما میتونید که با تمام اهل و عائلتون استعمال کنین. این به پول 1 روبل و 1 درهم. این یاردم از طرف کمپانی برای شخصانی که تازه آغاز میکنن بیزنس خودشون در شرکت فبرلیک. غیر از این 1000 عمود پدرکه های گارانتی و رازگروشی بهترین پولی 50,000 روبل 30,000 روبل در کمند ما فراوانیه. هر یک دیرکتور برای خودش رازگروشی خیلی چماندگی باور کنین در این بیزنس به یگام توفرم اگر آدمی زاد از تحت دل کار کنه صاحبی میلیون میشه و نه تنها بگیم تحفه خانه و در ارزوهای خیلی خریداری میکنم. پس اپا و خواهرای مهربان باور کنین سخنی خوب گفتنم سنته. بس کنین کامنتاری بزیب نویسنه، بس کنین وقتونه بیهوده در کامنتاری گذروندنه. تسترک در کامنت ما پیوست شوین همچون ما زنهای سیرکاری موفق بیزنس لیدی تاجیکستان شوین.